بیایم محدوده کنترل نرم رو تو دستگاه BT 4500 وارد کنیم. اول آنالایزر رو که چپ کلیک میکنیم، بعد روی تست مورد نظرمون کلیک میکنیم. این قسمت رو نگاه کنید، نوشته پارامتر استاندارد کنترل. روی کنترل کلیک میکنیم. اینجا کنترل هایی که قبلا براش تعریف شده، سه تا کنترل براش تعریف شده که الان هیچ کدوم از اینا لات نامبر ما نیست. مثلا این هست HSNO 35 ولی ما الان کیتمون هست HSNO 35 خط تیره 2. پس فرق میکنه با این یکی که اینجا هست. ما الان براش میخوام تو شماره 1 تعریف کنیم، لات نامبرش رو عوض میکنیم. حالا من اون لات نامبری که خودمون میخوایم و این کیتمون هست میزنیم. بعد الان من میخوام برای آلبومین محدودش مشخص کنم. آلبومین توی این گفته که 4.05 تارگتشه، 3.23 حد پایینش، 4.87 حد بالاش. پس ما رفتیم که عوض کنیم عددامونو. 4.05 تارگت، نگاه کنید اینجا تارگتش این وسطیه 4.05. بعد حد پایینش 3.23، این مینیمومش 3.23 و حد بالاش 4.87. 4.87. خب بعدش هم سیو رو میزنیم. خب برای آلبومین ذخیره شد. برای تستای دیگه مون هم یکی یکی از روی این کیت نگاه میکنیم و تارگت و محدودش رو توی این وارد میکنیم. همه به همین روشی هست که گفتم، فقط اعدادش رو عوض میکنیم و محدوده تارگتش، حد پایین و حد وسطش رو میزنیم. بعدش هم ذخیره میکنیم و حتما اینجا هم اسمش رو باید عوض کنیم. موفق باشین. خدا نگهدار. حواسمون به یه نکته باشه که حتما اون تستمون قرمز باشه. وقتی ما اون تستمون قرمزه، اون محدوده‌ای که داریم تغییر میدیم مال همون تستی هست که قرمز هست. و وقتی که یک تستی داریم که توی 2 تا روش براش اومده، مثل اینجا کراتینین رو اگه دقت کنین هم ژافه نوشته روش متدش، هم انزیماتیک. ما مثلا کیتمون ژافه است، پس بعد این 2 و 4 رو براش در نظر بگیریم. تارگت 2 و 4، 1 و 9 تا 2 و 9. ولی مثلا این جایی که 2 تا روش داره برای یک آزمایش، اون روشی که کیت ما باش انجام میشه اون محدوده رو براش وارد میکنیم.